اداره پرستا و حیوانات کلوگای روسیه روز 17 نوامبر سال 2022 خبر داد که باز 25 مهاجر غیر قانونی را از قلمرو این ولایت از روسیه اخراج کردند. 14 نفر آنها از ازبکستان، 10 نفر از تاجیکستان بودند. همین طور از روسیه به دلیل تمام شدن مهلت ویزاش دانشجویی را بیرون کردند که از کشور افریقایی موریتانیا برای تحصیل آمده بود. بنا به اطلاع نشر شده این جوان موریتانی سال تولدش 2003 ماه اکتبر از جانب کارمندان پلیس وقتی دستگیر کرده شد که سوار یک ماشین سفر داشت. معلوم شد که مهلت ویزای این جوان که برای تحصیل به روسیه آمده بود تمام شده است. در دادگاه شهروند موریتانیا اتهام ویران کردن قاعده‌های بود و باش را اعتراف کرد. دادگاه او را جریمه بسته حکم اخراجش از روسیه را برآورد. 14 مهاجر ازبک و 10 زاده تاجیکستان باشد به دلیل ویران کردن قاعده‌های مهاجرت و یا بدون پتنت کار کردن محکوم به اخراج شدند. اداره پرستا و حیوانات کلوگا گفت همه این 25 نفر را پرستاوها به فرودگاه آورده به کشورهای زادگاهشان فرستادند. اما اگر 24 مهاجر ازبک و تاجیک را راست به پایتخت کشورهای زادگاهشان یعنی به تاشکند و دوشنبه فرستاده باشند، دانشجوی موریتانی برای رسیدن به وطنش باید راه طولانی را طی کند. برای او به پرواز مسکو استانبول و استانبول موریتانیا چیپتا گرفتند. همه این 25 نفر برای 5 سال از حقوق عبور مرزهای روسیه محروم کرده شدند. یادآور می‌شویم گوبرناتور حاضره ولایت کلوگا ولادیسلاو شپاش با سیاست آشکارای ضد مهاجران نام برآورده است. در دوره رهبری او مقامات ولایت کلوگا مهاجران را حتی برای قانون شکنی‌های خرد دستگیر و اخراج می‌کنند. برای کشورهای چون تاجیکستان که منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌هایشان پول از روسیه فرستاده عزیزان مهاجر آنهاست، از حق سفر به روسیه محروم شدن هر مهاجر به معنای از یک منبع اساسی درآمدش محروم شدن دست کم یک خانواده است. سال گذشته از روسیه به تاجیکستان اساساً با شرافت مهاجران 2.5 میلیارد دلار پول فرستاده بودند.